من یک کیوکوشینکار هستم. زندگی من در داخل تاتمی سپری می شود. دنیای من با دنیای شما تفاوت دارد. دستان و پاهای من سلاح‌های من هستند. ذهن من میدان نبرد من است. زندگی من با هدف سپری می شود. روح من در عصر سامورایی ها زندگی می کند. دفاع کردن من از خود به این منظور است تا هرگز مجبور به مبارزه نباشم. توانایی های من، ابزارهای من در زندگی هستند که به من کمک می کنند. هدف من به تصویب رساندن آموخته های من است. کمربند من یک سمبل به عنوان تلاش من است. دستاوردهای من با عرق ریختن و خون ریختن من به دست آمده است. من یک کیوکوشینکار هستم.